سلام بر همه شما. از جیم اومدم، از باشگاه. گفتم یه کافی خوشمزه بلک کافی درست کنم توی یه کاپ خوشگل که از ایران اومده برام. آنجا ببر مرا که شرابم نمی برد. به سلامتی همه شماها. 2 تا تخم مرغ درست کردم و میخواستم در مورد اینم تخم مرغ من در مورد روغنایی که میشه استفاده کرد و مفید صحبت کنم. یکی این که روغن آلیو اویل، روغن زیتون، آووکادو اویل یا کوکانات اویل. اینا روغنایی هستن که ترانس فت ندارن و خیلی مفید هستن برای آشپزی. روغنایی مثل وجتبل اویل که ترانس فت زیادی دارن و باعث میشه که رگ‌های خونی بسته بشه و التهاب و متورم شدن عضوهای مختلف بدن میشه که لثه و دندون و دهانمون هم جزء بدن ما هستش. امیدوارم که کمک کرده باشه. این برنامه امروز میخوام برام بنویسین چه نوع روغنی استفاده میکنیم و دلیلش چیه و تا هفته دیگه لب خندون یادتون نره.